تا 10 روز 10 تا آموزش شیرینی سنتی داریم که بهشتی آچاری سومیشه. اول روغن پنجه صاف رو میریزیم، فرقی نمیکنه همزنتون صنعتی یا رومیزی، حتما از سیری پنجه استفاده کنید. بعدش خاک قند. دستگاه رو روشن میکنیم، با 2 و 3 هم میزنیم. ببین بچه‌ها، روغن و خاک قند باید اینجوری پوک و سفید بشه. حالا با دور 1 آرد رو بهش اضافه میکنیم. اینجا نباید زیاد آرد هم بخوره. همین که آرد به خورد روغن و خاک قند روغن مایع رو بهش اضافه میکنیم. این هم از خمیر بهشتیمون. خمیر بهشتیمون آماده شد، تقسیم بر 3 کردم. میخوام 3 رنگ بزنیم. اولیش سفیده که هیچ رنگی نمیخواد، دومیش هم رنگ زرده، سومیش هم رنگ کاکائو. کافیه یه کوچولو کاکائو اضافه کنیم و بعدش رنگ ژله‌ای هم میزنیم. بچه زیاد هم نزنید، همین که ترکیب شدن کافیه. برای زعفرانی هم فقط کافیه رنگ ژله‌ای زعفرانی بریزیم و یه کوچولو هم بزنیم. حتما از رنگ ژله‌ای استفاده کنید بچه ها. خیلی کم هم بزنید، همین که ترکیب شدن کافیه. خب بریم برای قیف زدن. برای قیف زدن از این ماسوره استفاده کنید. ببینید میتونید اینجا اسکرین شات هم بگیرید. به این صورت قیف بزنید بچه، نگاه کنید. زعفرانیش هم به همون شکل میزنید. بچه این قیفی که دارم باش میزنم قیف ترکیه. میتونید از پیج لوازم قرمزی تهیه کنید. قیفش فوق العاده است. حالا اینجا پسته میریزیم. ببینید سفید رو هم همینجوری قیف بزنید و خرفه. با درجه 160 به مدت نیم ساعت داخل فره. آماده شد. این هم از شیرینی بهشتی آچاری بچه ها. اگه دوست داشتید اینجوری هم میتونید شکلاتش کنید، جذاب میشه.